تا حالا شده صدای یه چیزی رو بشنوین که بقیه نمیشنون؟ نه از اون صداهای خیالی که آدم فکر میکنه شنیده. نه، یه صدای واضح، یه صدایی که مو به تنت سیخ میکنه ولی بقیه انگار کر باشه. اون شب ساعت حدود 11 بود. تازه رسیده بودم خونه از تعمیرگاه. مغازم سر بازارچه نازی‌آباد بود. موتور یکی از بچه ها خراب شده بود، تا دیر وقت گیر کرده بودم. زنم خونه باباش بود با بچه. خونه ساکت بود، فقط صدای کولر آبی از توی کوچه می اومد. چراغ راهرو ساختمون سوخته بود. منم طبق معمول با فلش نور موبایل رفتم پایین تو انباری. چند تا وسیله لازم داشتم برای فردا که بردارم. انبار ما تو زیر زمینه، ته یه راهروی باریک و نمور. بوی نم همیشه اونجا هست، ولی اون شب یه بوی دیگه می اومد. یه جور بوی سوخت، اما نه مثل چیزی که بسوزه. یه بوی قدیمی تر، مثل سیمپیچ سوخته یا چوب پوسیده. چراغ سقفی زیر زمین هم چشمک میزد. زیاد جدی نگرفتم. کلید انبار در آوردم، در رو باز کردم و خم شدم داخل. همون موقع شنیدم یه صدای ناله، خیلی آروم، خیلی خفه. اولش فکر کردم صدا از کوچه است، ولی وقتی تو انباری خم شدم صدا واضح تر شد. انگار یه زن داشت زیر لب چیزی زمزمه میکرد. نفسم تو سینم حبس شد. با خودم گفتم نکنه یکی پشت دره قایم شده. سریع عقب کشیدم، با فلش نور زدم تو فضای خالی راهرو. هیچی نبود، فقط دیوار لخت و سیمکیشی زنگ زده. خواستم قفل رو ببندم که دوباره صدا اومد. این بار یه جور دیگه، یه جور گریه، ولی عجیب ترین قسمتش این بود که انگار صدا از زیر زمین بود، نه از اطراف. یعنی انگار یه جای پایین تر از کف همون زیر زمین. نفس هام تون شده بود. یه لحظه حس کردم باید فرار کنم، ولی یه کنجکاوی مریضگونه نمیذاشت. موبایلم رو بالا گرفتم، نور انداختم کف انباری. یه چیز عجیب دیدم. وسط کف زمین، درست بین چند تا کارتون کهنه، یه سنگ فرش لق بود. تا حالا ندیده بودمش. انگار تازه از جاش تکون خورده بود. دستم لرزید، ولی نزدیک شدم. با یه میله فلزی که کنار انبار بود، آروم سنگ رو تکون دادم. زیرش یه سوراخ کوچیک باز شده بود. یه جور چاه باریک، شاید نیم متر عرض داشت. از توش بوی تعفن می اومد و صدا حالا واضح تر شده بود. زمزمه‌های بی‌معنی، شاید عربی، شاید چیز دیگه. تو همین حال هوا بودم که یه دفعه صدای پا شنیدم پشت سرم. برگشتم، کسی نبود. نور گوشی رو چرخوندم تو راهرو. ته دلم خالی شد. ته راهرو یه سایه ایستاده بود. نه کامل دیده میشد، نه میتونست بگی توهمه. فقط یه شبح سیاه بی حرکت خیره. دویدم سمت پله ها. صدا قدم هم تو فضای خالی پیچید. دستم رو نرده ها کشیدم. وقتی رسیدم همکف، لامپ اونجا هم خاموش بود. در خونه رو باز کردم، پریدم تو. سری پشت سرم قفل کردم. نور خونه یه حس امنیت نسبی داد، ولی صدا هنوز تو گوشم بود. انگار چیزی از اون زیر اومده بود بالا. یه حس سنگینی تو هوا بود. اون شب نخوابیدم تا صبح. چراغا روشن بودن. فرداش رفتم با یه کارگر ساختمونی که میشناختمش. اومدیم انبار. سنگ فرش رو کامل کند. زیرش هیچ نبود، نه چاهی، نه صدا، نه بوی، فقط خاک سفت. اما هنوزم بعضی شبها وقتی تنها باشم صدای زمزمه ها میاد. خیلی آروم ولی واقعی، مخصوصا وقتی چراغا خاموش باشه. از اون شب به بعد دیگه هیچ وقت تنهایی نمیرم انبار. 3 روز از اون شب گذشته بود، ولی هنوز شبها نمیتونستم راحت بخوابم. صداها دیگه فقط تو انبار نبودن. حتی بعضی وقتا حس میکردم
از پشت دیوار اتاق خواب میاد. زنم برگشته بود خونه، ولی چیزی بهش نگفتم، نمیخواستم بترسه. فقط بهونه آوردم که چرا خواب همیشه روشن بمونه. ولی پنجشنبه شب اتفاقی افتاد که مطمئنم کرد اون صداها واقعی هم. حدودای 12 شب بود. زنم و بچه هام خواب بودن. نشسته بودم تو حال، داشتم تو موبایل چرخ می زدم که یه دفعه صدای در انبار اومد. 3 بار تق تق تق. خوشیم زد. از جام بلند نشدم، فقط به در چوبی راهروی پشت خونه زل زدم. صدای تق با فاصله های دقیق تکرار می شد. انگار کسی با ناخون میزد به در انباری. رفتم سمت آشپزخونه، یه چاقوی میوه خوری برداشتم. مسخره است، ولی واقعا حس میکردم باید یه چیزی دستم باشه. نور سالن رو کم کردم که بتونم از پشت پنجره راه رو ببینم و دیدم کسی یا چیزی پشت شیشه کثیف انباری ایستاده بود. نه کامل، فقط یه سایه مات، قد بلند، لاغر، ولی صورت نداشت. یعنی اون قدری نبود که بشه دید، ولی به طرز عجیبی مطمئن بودم صورت نداره. همون موقع گوشیم یه نوتیفیکیشن داد. فکر کردم از این پیام‌های تبلیغاتیه، ولی نه. یه فایل صوتی بود از یه شماره ناشناس. فایل رو پخش کردم. فقط صدا بود، صدای یه زن با همون زمزمه هایی که اون شب شنیده بودم توی زیرزمین، ولی این بار وسط صدا یه جمله واضح گفته شد: پلاک 23 هنوز بازه. دستم لرزید. در همون لحظه یه بوی خیلی تند مثل خاک خیس خورده به خون از راه رو پیچید تو خونه. سری در پشت خونه رو قفل کردم. همه چراغا رو روشن کردم. زنم از خواب پرید، با ترس گفت: چی شده میلاد؟ گفتم: هیچی، بوی گاز بود، نگران نشو. اما اون شب تا صبح نشستم دم در. به چیزی که دیده بودم فکر میکردم، به اون صدای پیام، به اون موجود بیچهره پشت شیشه. فرداش رفتم سراغ حاجی مختار، صاحبخونه قبلی که حالا طبقه بالای ساختمون میشینم. یه مرد 70 ساله قدیمی نازی‌آباد. پرسیدم: حاجی، زیر زمین این ساختمون قبلا چاه یا چیزی نداشت؟ یا اخماش رفت و هم آروم گفت: چرا سوال میکنی؟ گفتم: یه صدای عجیبی از انبار میشنوم، اون شبم بوی عجیبی اومده بود. گفتم شاید چیزی باشه. حاجی یه مقدار مکسی کرد، بعد آروم گفت: اونجا قبلا یه خانواده ارمنی بودن. سالها پیش دختر کوچکشون ناپدید شد. همه جا رو گشتن، هیچی پیدا نکردن، تا اینکه یکی از بچه‌ها یه شب صدای گریه شنید از انبار. ولی کسی باور نکرد. همون هفته کل خانواده‌شون از ساختمون رفتن. از اون موقع هر کسی تو واحد شما بوده بعد یه مدت چیزایی شنیده. یکی صدا، یکی بوی تعفن، یکی سایه. یه بارم یکی گفت زیر کف انباری یه راه قدیمی باز میشه که میره سمت حموم عمومی قدیمی که حالا خراب شده. ساکت شد. بعد ادامه داد: هیچ وقت در اون راه رو کامل باز نکن میلاد، هیچ وقت. از همون روز به طرز مریضی حس میکنم اون چیزی که تو انباره منتظر منه، من رو صدا کنه پایین. هنوز بعضی شبا پیام میاد، شماره های ناشناسم. تو خواب صدای ناله ها رو میشنوم و از همه بدتر 3 روزه که اون سنگ فرش دوباره لق شده. همه چیز از اون لحظه شروع شد که بچم تو خواب گریه کرد. ساعت نزدیک 3 صبح بود. صدای ناله بچه که اومد، پریدم بالا. رفتم سمت اتاقش، اما چیزی که دیدم باعث شد سر جام خشکم بزنه. پنجره اتاقش باز بود. خودم خوب یادمه که اون شب بسته بودم. هوا گرم بود، ولی پنجره هیچ وقت اونطوری بی صدا باز نمی شد. نزدیک تخت شدم.
بچه خواب بود، اما لبهاش آروم تکون میخورن، انگار خواب میدی. گوشمو نزدیک بردم، زیر لب زمزمه میکرد پلاک 23 نیا پایین بابا، اونجا خیلی تاریکه. عرق سرد ریخت رو پشتم، دیگه نمیشد تحمل کرد. انگار یه چیزی داشت خونه رو میخورد از داخل. از خودم پرسیدم اگه این ماجرا واقعا از همون سوراخ انبار شده باشه، شاید همونجا هم باید تموم بشه. زن و بچه رو گذاشتم خواب. یه چراغ قوه قوی برداشتم با یه ماسک فیلتردار و دستکش کارگری. گوشی رو هم گذاشتم رو ضبط صدا. تصمیم گرفتم برم پایین، این بار تنها. انبار همونطور که تاریک بود سکوت هم داشت، شبیه سکوت قبرستون. صدای تق تق قطره‌های آب از جای نامعلوم می اومد. چراغ قوه رو روشن کردم. سنگفرش هنوز سر جاش بود، حتی کمی از قبل بلندتر شده بود. انگار یه چیزی از زیر فشار آورده بود. آروم سنگو برداشتم، زیرش خاک نرم بود. شروع کردم با بیل کوچکی که آورده بودم خاکو برداشتم. 10 دقیقه طول کشید تا به یه حفره واقعی رسیدم. یه چاه تنگ و تاریک با دیوارهای سنگی حدوداً 1 متر عرض، یه جورایی شبیه قنات‌های قدیم تهران. پاهام لرز میزد ولی باید میرفتم. تنابی که برای بستن بار موتور استفاده میکردم بستم به کمرم. یه سرشم محکم به قلاب فلزی انباری گره زدم و آروم رفتم پایین. 1 متری که رفتم بوی خاک مرطوب پیچید تو بینیم. بعد از چند متر تونل افقی شد. دیوارها آجر قهوه‌ای قدیمی خزه زده، بعضی جاها سیم کشی پوسیده. رد نور چراغ که روی دیوار میافتاد سایه ها انگار حرکت میکردن. چند قدم جلو رفتم، فضا یه جور عجیب و تنگ بود. نفس کشیدن سخت شده بود. صدا ضبط میشد ولی صفحه گوشی گاهی سیاه میشد. یه دفعه از ته راهرو صدای پا اومد. خیلی آروم، یه نفر پا برهنه میدوید ولی معلوم نبود به کجا. نور رو انداختم جلو. ته تونل یه اتاق کوچیک بود، وسطش یه آینه قدیمی شکسته خاک گرفته، کنارش یه لباس بچگونه خاکستری آویزون بود، شاید متعلق به همون دختر ارمنی بود. اما اون چیزی که منو فلج کرد نوشته‌ای بود رو دیوار پشت آینه با خطی که انگار با زغال یا خون کشیده شده بود. اینجا پایین تهران نیست، پایین خاطره هاست. پشتم یهو سرد شد. برگشتم و دیدم اون سایه بدون صورت، حالا فقط چند متر با هم فاصله داره، ولی این بار یه چیزی تو دستش بود، یه عروسک پارچه‌ای. چیزی نگفت، فقط دستاش آورد جلو و عروسک رو انداخت جلو پام. بعد انگار دود شد تا هوا محو شد. دست‌هام میلرزید. طنابو کشیدم و دویدم عقب سمت چاه. از لبه چاه بالا کشیدم خودمو. همونطور که بالا می اومد صدای یه زن از زیر زمین می اومد، آروم زمزمه وار. رفتی پایین، حالا دیگه نمیتونی بالا بمونی. وقتی رسیدم بالا در انبار رو محکم بستم. همون لحظه گوشیم بوق زد. ضبط صدا خودش قطع شده بود ولی فایلی ذخیره شده بود. پخش کردم. فقط یه صدا توش بود، صدای خود من که توی اون تونل زمزمه میکردم، اما من هیچ وقت اون حرفا رو نزده بودم. بعد از اون شب دیگه آدم سابق نبودم. همه چیز عادی به نظر میرسید ولی نبود. رنگ خورشید هم فرق کرده بود برام. آدم‌ها تو خیابون رو میدیدم، حرف میزدم ولی همیشه یه صدای پس زمینه بود، یه زمزمه خفه که توی سکوت بین حرف ها میپیچید. صداهایی که فقط من میشنیدم. حتی یه بار سر چهارراه صدای زنی رو شنیدم که میگفت پایین تر از بازار هنوز بازه. اون جمله برام آشنا بود، مثل تکه‌ای از یه پازل.
شروع کردم تحقیق، دنبال چیزایی که با اون زیرزمین و محلمون ربط داشته باشه. رفتم سراغ کتابخونه‌های قدیمی، آرشیو روزنامه‌های کیهان دهه 30. یه سری پرونده گم شده از گم شدن بچه‌ها تو محله جوادیه، نازی‌آباد، حتی خزانه. یه شب که تو بازار ناصر خسرو دنبال یه نقشه قدیمی تهران میگشتم، یه کتاب فروش پیر ازم پرسید دنبال چیم؟ وقتی داستان رو نصفه براش گفتم آروم گفت تو رفتی اون پایین؟ گفتم آره. یه راه زیر انبار ساختمون باز شده بود. چشماش رو ریز کرد، نفسش رو داد بیرون. اونجا قبلا بخشی از تونل های خدماتی زمان قاجار بود، اما فقط آب و فاضلاب نبوده. میگن یه سری جاهاش برای دفن زندونی های سیاسی یا اعدام شده ها استفاده می شده. یه بخشی از اون تونل ها رو بعد از کودتای 32 بستن، بعضیاشون هنوز بازه ولی روش ساختمون ساختن، کسی حق نداره واردش بشه. پرسیدم ولی چرا صدا میاد؟ چرا سایه ها هنوز هستن؟ یه لحظه سکوت کرد، بعد گفت چون بعضی چیزا دفن نمیشن، نه با خاک نه با زمان. یه خاطره اگه به اندازه کافی تلخ باشه زنده میمونه اون پایین. خاطره هستن از آدم هایی که صداشون شنیده نشده و وقتی کسی در رو باز کنه اونا دوباره بالا میان. سکوت کردم، برگشتم خونه. تصمیم قطعی شده بود. فرداش بچه‌مو فرستادم پیش مادر زنم. به زنم گفتم باید برای چند روز برم شمال تعمیرگاه یه دوست قدیمی کمک کنم. ولی واقعیت این بود که یه دوربین حرارتی خریده بودم با ضبط صدا و چراغ‌های اضطراری. دوباره رفتم پایین به زیر سنگ لغنبار، این بار با نقشه، با آمادگی. پایین‌تر رفتم، مسیر طولانی‌تر از قبل بود. بوی ترش و نمناک میومد. گاهی دیوار اسم‌هایی حک شده بود با تاریخ‌هایی مثل 1334، 1350، 1365. حتی یه جا با زغال نوشته بود ما رو تو خاطره ها دفن کردن ولی زنده ایم. دوربین حرارتی رو روشن کردم، چیزی نبود. ولی وقتی از یه پیچ رد شدم صدای جیغ یه زن بلند شد، نه از جلو نه از پشت، از همه جا. دویدم بی هدف. نور چراغ لرزید، انگار سایه ها جنبالم میکردن، تا اینکه رسیدم به یه در فلزی زنگ زده. روش یه آرم قدیمی بود، یه ستاره پنجپر با یه شمشیر وسطش، چیزی شبیه آرم شهربانی قدیم. در رو باز کردم. اتاق کوچکی بود، یه میز چوبی پر از پرونده های خاک گرفته. روی یکی از اون پرونده ها اسم خودم نوشته شده بود، میلاد، پلاک 23، واحد 1، بازگشای تونل انجام شد. مرحله بعد فعالسازی حافظه. تاریخ 27 تیر 1404. اما من اون موقع هنوز نرفته بودم پایین. یه صدای ضبط شده از گوشه اتاق پخش شد. صدای خودم بود ولی من هیچ وقت اون حرفا رو نگفته بودم. من میلاد داوطلب شدم تا خاطره ها رو برگردونم. اون پایین همه چیز منتظر بیداریه. ما فقط ساکنین یه خونه نیستیم، ما کلیدهایی هستیم به حافظه فراموش شده یه شهر. همون لحظه تمام چراغ‌ها خاموش شد. اتاق غرق تاریک شد. از پشت سر صدای پا اومد، نزدیک سنگین. من برگشتم اما دیگه نور نداشتم. چشمهامو باز کردم، چیزی نمیدیدم، فقط تاریکی، ولی یه تاریکی گرم، مثل وقتی چشم میذاری روی زخم قدیمی. نمیدونم چقدر گذشته بود، 1 ساعت، 1 روز، 1 هفته. فقط صدای نفس هام بود و بوی خاک کهنه. آروم بلند شدم. چراغ قوام خاموش شده بود ولی یه نور ضعیف از ته تونل میومد. نور زرد لرزون. دنبال نور راه افتادم. راهرو مثل قبل نبود. دیوارها تمیز بودن، هیچ خزه‌ای، هیچ خراشی نبود، انگار تازه ساخته شده بود. وقتی رسیدم به انتهای تونل
دیدم اون اتاق فلزی دیگه نیست. جاش یه اتاق سنگی بود با کاشی‌های قدیمی فیروزه‌ای. وسطش یه صندلی و روی اون یه زن پیر نشسته بود. صورتش آشنا بود، انگار بارها تو خواب دیده بودمش، ولی وقتی نگام کرد گفت بالاخره برگشتی؟ گفتم کجا هستم؟ چرا همه چی عوض شده؟ لبخند زد. تا همون جایی هستی که باید باشی، بین دو دنیا. اینجا جاییه که شهر چیزهایی رو قایم کرده که طاقت شنیدنشو نداشت. صداها، درها، خاطرها، ولی تو در رو باز کردی. نشستم روبروش. حس عجیبی داشتم، نه ترس نه آرامش، یه چیزی بین این دوتا. گفتم ولی چرا من؟ چرا این ساختمونو؟ چرا بچم؟ گفت چون پلاک 23 همیشه یه نقطه وصل بوده بین حافظه و فراموشی. هرچند نسل یکی پیدا میشه که بتونه خاطره ها رو برگردونه. اونا فقط دنبال انتقام نبودن، دنبال شنیده شدن بودن. وقتی صداشون به گوش رسید آرامش پیدا میکنن. تو صدای اونا رو شنیدی، حالا وقتشه که برگردی و در رو ببندی برای همیشه. دستش آورد جلو، یه شیئی تو دستش بود، همون عروسک پارچه‌ای، این بار تمیز بدون گرد و خاک. این آخرین خاطره است، برسونش بالا. وقتی عروسک رو گرفتم همه چی محو شد. چشمهام بستم، یه نسیم خنک از صورتم رد شد و بعد صدای کولر آبی. چشمهامو باز کردم، توی انباری بودم، همونطور نشسته کنار سوراخ. آفتاب صبح از پنجره میتابید. گوشیم کنارم بود، ساعت 6:30 صبح. 2 روز گذشته بود. از زیر زمین اومدم بالا. دلم یه جوری عجیب سبک بود. اون شب برای اولین بار خونه ساکت بود، نه صدایی نه سایه‌ای، فقط یه عروسک پارچه‌ای که گذاشتمش بالای کمد بچه. همون شب پسرم بدون گریه خوابید و دیگه هیچ پیامی نیومد، هیچ صدایی، فقط سکوت. چند ماه گذشت، انبار رو تمیز کردم، سنگو گذاشتم سر جاش و با سیمان پوشوندم. ساختمون هنوز همونه، ولی دیگه حسی نمیدونم چیزی اینجا گیر افتاده. گاهی بهش فکر میکنم، به زنی که توی اون اتاق نشسته بود، به اونایی که صداشون شنیده نشد. الان هر وقت از نازی آباد رد میشم حس میکنم شهر آرومتره، انگار اون زیر یه چیزایی بالاخره آسوده خوابیده و من برگشتم.